با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کاروان کمک‌های بشردوستانه به مردم برادر افغانستان که بر اثر سلسله زمین لرزه شدید خسارات زیاد جانی و مالی را در بر داشت رسانیده شد. این کمک‌های بشردوستانه که با مقصد برطرف ساختن عاقبت‌های آفت طبیعی و دستگیری مردم آسیب دیده روانه گردیده است، طبق ترتیب مقرر گردیده به مرکز قبول کمک‌های بشردوستانه در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار انتقال داده شد. با در نظر داشتن مسافه و شرایط راه، زیاد بودن حجم کمک و تعداد ماشین‌ها، در همکاری با سفارت حکومت جمهوری تاجیکستان در کابل و مقامات دخلدار افغانی، بارهای کمک در بندر شیرخان و دیگر واسطه‌های نقلیات بارکشانی شرکت‌های افغانی گذرانیده شده در چند مرحله به مکان تعیین شده رسانیده شد. طبق نظام معین شده در نوبت اول محصولات غذایی، لوازمات ضروری روزگار، مسائل ساختمانی و مواد سوخت به کمیسیای مخصوصی قبول و تقسیم کمک‌های بشردوستانه افغانستان سپاریده شد که آن به طور هدفمند و عادلانه میان اهالی ضرر دیده تقسیم کرده می شود. در مراسم رسمی سپاریدن کمک‌ها هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده شهادتنامه رسمی تصدیق کمک‌ها را به مسئولان کمیسیای قبول کمک‌های بشردوستانه افغانستان تقدیم کردند. هنگام سپاریدن کمک‌ها نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار همدردی و تسلیت خلق تاجیک را به مردم مصیبت دیده افغانستان ابراز نموده تاکید نمودند که این اقدام با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده. هدف از آن تامین نیازهای اولین درجه ضرر دیدگان، برطرف کردن عاقبت‌های زمین لرزه و فراهم آوردن شرایط ضروری برای زندگی آسوده آنها می باشد. با صمیمیت از این اقدام بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان استقبال نموده از دستگیری و همبستگی برادرانه مردم تاجیک اظهار سپاس کردند. آنها ذکر کردند که چنین کمک‌ها نشان روشن دوستی و همسایه‌داری نیک بوده، ارزش‌های والای انسان دوستی و مردم سالاری رهبریت عالی تاجیکستان را تجسم می‌نماید. در این روزهای سنگین و وزنینه که مردم افغانستان بر اثر زمین لرزه شدید تلفات جانی و خسارات بزرگ اقتصادی را از سر می‌گذرانند، حکومت جمهوری تاجیکستان همچون نشان برادری، انسان دوستی و همسایه‌داری نیک کمک بشردوستانه خود را ارسال نمود. این کمک‌ها که از محصولات غذایی، مسائل ساختمانی و دیگر لوازمات ضروری روزگار عبارتند، برای عائله‌های آسیب دیده و سرابان مانده خیلی مهم و سری وقتی می باشد. از این رو از نام مردم آسیب دیده افغانستان منتداری صمیمی خود را به مردم تاجیکستان و رهبریت محترم عالی آن می رسانیم. هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین از محل زیست موقتی ساکنان ضرر دیده ولایت کنر بازدید نموده با احوال خانواده‌های آسیب دیده از نزدیک آشنا شدند. در ملاقات‌ها همدردی و تسلیت خلق تاجیک رسانیده شده تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه در پهلوی مردم افغانستان قرار دارد. 4 زخمیان دي او 4 شهیدان دي. از فامیلم 4 نفر شهید شدن از اثر زلزله‌ای که در اخیر رخ دادن و 4 نفر زخمی داریم. ما تشکری میکنیم از کمک‌هایشان که در این حالات سخت برای افغان‌ها کمک‌ها رساندند. ضمن صحبت و واخوری‌های هیئت‌ها تاکید شد که این اقدام بشردوستانه تاجیکستان نه تنها کمک مادی بلکه نشان غمشریکی، برادری، همبستگی و سطح بلند همسایه‌داری میباشد. اسماعیل صاحب نظریان، معروف عبدالله، افغانستان اخبار.